امروزه دیگه بازی‌های کامپیوتری صرفاً یک وسیله سرگرمی نیستن، یک فعالیت سرگرم کننده نیستن و تبدیل شدن به یکی از راه‌های کسب درآمد، به شکلی که یک سری از افراد کلاً کارشون شده کسب درآمد از بازی‌ها و اصلا فعالیت مالی اصلیشون بازی کردن و کسب درآمده. توی این ویدیو میخوام بهتون 3 تا روش آموزش بدم که بتونید از بازی‌ها کسب درآمد بکنید. پس همراه من باشید. سلام، من مهرداد هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری میتونید از بازی‌ها کسب درآمد بکنید. بازی‌های کریپتویی یا بازی‌هایی که در ازای بازی کردن به ما ارزهای دیجیتال میدن امروزه خیلی طرفدار پیدا کرده، طوری که همه دنبال اخبارشن، دنبال بازی‌های جدیدن و اینکه این بازی‌ها رو باید چجوری انجام بدن. شما از همین فرصت میتونید استفاده بکنید و به 3 روش کسب درآمد ریالی و دلاری داشته باشید. روش اول، به این کانال‌های یوتیوبی دقت بکنید. نگاه کنید کل ویدیوها در مورد بازی‌های کریپتوییه و یا این کانال آموزش بازی‌های کریپتویی و یا حتی این کانال و کلی کانال دیگه که همشون به درآمد رسیدن، یعنی هم 1000 تا سابسکرایبر گرفتن و هم 4 ساعت ویو رو پر کردن. و خب از درآمد دلاری یوتیوب هم نگران نباشید، چون شرکت‌های زیادی توی ایران هستن که یک کارمزد خیلی کم میگیرن و درآمد دلاری شما رو نقد میکنن و به هر شکلی که بخواین به شما اون پول رو پرداخت میکنن. یعنی اگر بخواید میتونن دلار بهتون بدن و اگر هم که ریال بخواید ریال بهتون میدن. پس اصلا نگران نباشید. اگر علاقه دارید که توی یوتیوب فعالیت بکنید، بدونید که درآمدش نقد میشه توی ایران. خب چطوری میتونیم حالا از یک کانال یوتیوبی کسب درآمد بکنیم؟ کافیه ما یک کانال بزنیم و شروع بکنیم به معرفی کردن بازی‌های کریپتویی. اینکه بازی کریپتویی جدید چی اومده یا چه آپدیتی روی بازی‌های قبلی اومده و یا اینکه نحوه نقد کردنشون چطوری هست، گیم پلی رو به اشتراک بذاریم که اصلا این بازی رو چطوری باید انجام بدیم. اینها پرطرفداره، اینها موضوعات پرطرفداریه، چه توی ایران چه توی خارج از ایران، و مطمئن باشید که شما بدون مخاطب نمیمونید. اینطوری نیست که بهتون بگم که 1 ماه به درآمد میرسیم. نه، ما اصلا شغل و فعالیتی نداریم که بگیم امروز شروع بکنی از ماه دیگه مثلا چه میدونم به $2000 درآمد میرسی. نه، باید زحمت بکشی، باید کار بکنی، باید تولید محتوا بکنی. در خصوص همین موضوعاتی که بهت گفتم، بری و ویدیو بسازی، ویدیوهاتو منتشر بکنی، کانالتو معرفی بکنی، همینطوری پیش بری جلو تا کانالت رشد کنه و به درآمد برسه. شاید براتون سوال باشه که خب من این بازی‌های جدید رو از کجا میتونم پیدا بکنم؟ اصلا چطوری میتونم به اخبارش دسترسی داشته باشم؟ اینو انتهای ویدیو حتما بهتون میگم. روش دومی که میتونید کسب درآمد داشته باشید و یک کسب درآمد ریالی خوب داشته باشید، میتونید یک وبسایت بزنید، یک وبسایت مخصوص بازی‌های کریپتویی، و بیاید توی این وبسایت هر روز مقاله بذارید، مطلب بذارید، بازی جدید معرفی بکنید، تاپ 10 درست بکنید. مثلا بگید که 10 تا از بهترین بازی‌های اتریوم یا مثلا 10 تا از بهترین بازی‌های ترون و یا کلن هر چیز دیگه‌ای رو میتونید ازش یک تاپ 10 درست بکنید، به اشتراک بذارید، اخبار بازی‌ها رو منتشر بکنید، لینک دانلود بازی‌ها رو بذارید و تبدیل بشید به یک مرجع برای کسانی که به بازی‌های کریپتویی علاقه‌مند هستند. خیلی راحت میتونید یک سایت راه اندازی بکنید، یک قالب روش نصب بکنید، با وردپرس سایتتون رو بالا بیارید و شروع بکنید به فعالیت. اگر درست فعالیت بکنید، اگر هر روز تولید محتوا داشته باشید، اگر نکات سئو رو رعایت بکنید، خیلی راحت من بهتون میگم که بعد از 1 سال درآمدی دارید که واقعاً
فکرش هم نمی‌کردید یک روز همچین درآمدی داشته باشید. من هیچ وقت بهتون نمیگم 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه، نه اینطوری نیست. اما اگه الان جز اون دسته از افرادی هستید که میگید 1 سال دیگه، تو این 1 سال بگو میخوای چی کار بکنی، تو این 1 سال قراره از چه کاری بزنی که میگی 1 سال دیگه من باید 1 سال وقت بذارم تا به درآمد برسه. چشم به هم بزنین 1 سالم گذشته و تو نگاه میکنی و میبینی که فقط داشتی اینستاگرام و بالا و پایین میکردی و پستاشو میخوندی. حالا در کنار این سایت میتونی یک پیج اینستاگرام هم بزنی و یک سری محتوا هم اونجا آپلود بکنی و از اون هم کسب درآمد داشته باشی. و شیوه سوم کسب درآمد که اونم باز دلاریه، اینه که خودت بری این بازی ها رو انجام بدی، یک سری مراحل رو رد کنی، یک سری تسک ها رو انجام بدی تا به اون درآمد برسی. چون به ازای اون تسکایی که انجام میدی، اون کارهایی که میکنی، تعداد روزهایی که توی بازی هستی، اون بازی ها میان و به تو یک رمز ارزی رو میدن که میتونی اونو نقد بکنی. الحمدلله صرافی توی ایران خیلی زیاده که درآمدهای کریپتویی شما رو میتونه نقد بکنه. خب حالا شما چه بخوای یوتیوب رو بزنی، چه بخوای سایت بزنی، چه بخوای این بازی ها رو انجام بدی، سوالت اینه که خب من از کجا این بازی ها رو پیدا بکنم، از کجا اخبارشون رو پیدا بکنم. سایتی هست به نام playtoearn.com. بچه ها این سایتیه که چه بلاگرهای خارجی این حوزه، چه بلاگرهای ایرانی این حوزه منبع و مرجعشون اینه. یعنی هر پستی که میخوان بذارن، هر ویدئویی که میخوان درست بکنن، به این سایت سر میزنن، چون این کامل ترین سایت بازی های کریپتوییه. میتونید توش اخبار پیدا بکنید، بازی های جدید رو پیدا بکنید، این که یک بازی چجوری انجام میشه همه رو میتونید اینجا پیدا بکنید. بیایم نگاه کنیم اینو. اینجا یه قسمت گیم داره که گیم ها رو به شما نمایش میده و ببینید چقدر گیم کریپتویی هست که ما خبر نداریم. تازه این صفحه اوله تا صفحه 57 هست. این بازی ها برای اندروید هست، برای iOS هست، برای کامپیوتر هست، برای هر پلتفرمی که شما راحت باشید و بخواید توش فعالیت بکنید. و بهتون میگه که هر کدوم از این بازی ها چه رمز ارز و یا توکن چه شبکه‌ای رو بهتون میده. مثلا این بازی اکسی اینفینیتی که یک بازی خیلی معروفه بهتون اتریوم و رونین میده، و یا این پنکیک پروتکتورز که یک بازی خیلی معروفه، این بهتون BNB میده. میتونید این بازی ها رو نصب بکنید روی کامپیوترتون و یا روی گوشیتون و بازی بکنید و ازش کسب درآمد داشته باشید. خب حالا بیاین من بهتون بگم که اگر خواستید بازی بکنید چی کار باید بکنید، اگر خواستید تولید محتوا بکنید چی کار باید بکنید. تصور بکنید من میخوام این اکسی اینفینیتی رو بازی کنم، داشته باشم. روش کلیک میکنم، منتظر میمونم تا صفحش باز بشه. خیلی راحته، 2 مرحله. این صفحه که باز شد اینجا تریلرش رو به من نمایش میده، اینجا توضیحات بازی رو نوشته که چه ارزی به هم میده و اینجا هم نوشته که NFT رو ساپورت میکنه، بله، رایگان میشه بازی کرد، بله، و چیزی هم که به ما میده هم NFT هم کریپتو و به راحتی میتونیم ما کسب درآمد بکنیم. اگر هم خواستیم بازی بکنیم روی همین پلی ناو که بزنیم میره توی صفحه بازی. اینجا هم اگر خواستیم نسخه اندرویدش رو دانلود میکنیم، اینجا هم نسخه iOSش رو، به همین راحتی. خب حالا من میخوام یک وبسایت بزنم و بازی های کریپتویی رو اون تو معرفی بکنم. خب چی کار باید انجام بدم؟ میام توی قسمت نیوز رو انتخاب میکنم. این وبسایت هر روز به روز رسانی میشه بچه ها و اینجا اخبار رو نوشته، اخبار بازی ها رو نوشته. مثلا یک بازی ویلد فارست مثلا کی لانچ میشه، من روی این کلیک میکنم، منتظر میمونم تا مقاله باز بشه. ببخشید به خاطر سرعت پایین، من خیلی عذر میخوام، نمیدونم چرا سرعت اینقدر پایینه، ولی کن که
خب برای اینکه وقت ویدیو هم گرفته نشه، نه اومد دیگه، میخواستم پاز بزنم که وقت ویدیو گرفته نشه، که خب اومد. اینجا متن خبر رو میتونیم بخونیم، اینجا این متن هست. حالا شاید بگید که خب انگلیسی من چی کار بکنم. شما این متن رو راحت میتونید کپی بکنید. بیایید الان این کار رو انجام بدیم برای یک بخشش. مثلا این، من اینو کپی میکنم، میام توی چت جی پی تی، می نویسم سلام، لطفاً این متن رو به فارسی روان ترجمه کن. بهش میدم و این شروع میکنه به یک شکل بسیار بسیار جذاب و خیلی کامل و خیلی حرفه‌ای براتون ترجمه میکنه و اصلا دیگه نیازی نیست که نگران بخش ترجمه باشید و چون ترجمه شده محتوای کپی محسوب نمیشه. میتونید این رو کپی بکنید و توی وبسایتتون قرار بدید و اینطوری مقالتون رو بسازید. حالا من یه کار دیگه هم میخوام بکنم. میگم آقا من نمیخوام سایت بزنم، میخوام یه کانال یوتیوب داشته باشم. چی کار بکنم؟ میرم توی یوتیوب، توی صفحه همین پلی تو ارن، همین سایتی که بهتون گفتم یک صفحه یوتیوب هم داره. میام یکی از ویدیوها رو انتخاب میکنم، مثلا این تاپ 5 ترندینگ پلی تو ارن، 5 تا از بازی های ترند که بازی میکنید و بهتون درآمد میده. میام روش کلیک راست میکنم، کپی لینک آدرس رو میزنم، میام توی سایت downsub.com، اینجا پیستش میکنم و اینجا هم دانلودش میکنم. دانلود رو میزنم، منتظر میمونم تا ساب تایتل رو برای من دانلود بکنه. اینجا فایل انگلیسیش رو پیدا میکنم، روی TXT میزنم، فایل TXT رو برای من دانلود میکنه. دانلود که تکمیل شد بازش میکنم و این متن رو انتخاب میکنم، روش کلیک راست میکنم، کپی رو میزنم، میام توی چت جی پی تی و میگم که لطفاً با توجه به متن زیر یک ویدیو اسکریپت به من بده که تو کانال یوتیوبم استفاده کنم. میام و این رو پیست میکنم و این فلش رو میزنم. خب فقط یادم رفتش بگم که به زبون فارسی بگه. همینجا استوپ رو میزنم، مینویسم لطفاً به زبون فارسی. خب شروع میکنه برای ما به نوشتن. نوشته سلام بچه ها، سلنو اینجاست که حالا شما میتونید اسم خودتون رو بذارین، مثلا سلام بچه ها، مهرداد اینجاست و خوش اومدید به کانال مثلا پلی تو ارن. اگه دنبال بازی های بلاک چینی هستید که الان همه دربارشون صحبت میکنن، جای درستی کلیک کردید. بازی اول، خب من چون توی بازی اول این چیز کردم، اینم تا فقط بازی اول داده، می نویسم لطفاً به صورت کامل شروع میکنه دوباره به نوشتن برای من. بازی دوم رو می‌نویسه و بچه‌ها همینطوری برای ما یه اسکریپت ویدیو طراحی میکنه که ما کافیه فقط از روی این بخونیم و ویدیومون رو ضبط بکنیم، صدامون باشه. بازی دوم بازی بعدی در لیستمون اکسی اینفینیتی هست، یک بازی تربیت و نبرد کارت‌های دیجیتال که روی بلاکچین رونین ساخته شده. اینو شروع میکنیم به توضیح دادن و عکس ها و ویدیوهای از بازی رو میذاریم، یعنی اصلا نیازی هم نیست که خودمون توی تصویر باشیم.
امیدوارم که بچه ها این سه تا روشی که بهتون معرفی کردم براتون جذاب بوده باشه و امیدوارم که ازش استفاده بکنید. اگر که فکر میکنید این ویدیو به درد کسی میخوره که دوست داره توی این حوزه فعالیت بکنه، این ویدیو رو براش بفرستید. و اگر که به راه‌های کسب درآمد آنلاین علاقه دارید و میخواید یاد بگیرید که چطوری تو محیط آنلاین کسب درآمد بکنید، کانال من رو سابسکرایب بکنید لطفاً، چون من توی این کانال قرار ویدیوهایی رو به اشتراک بذارم که توش آموزش بدم که چطوری میتونید از فضای آنلاین کسب درآمد داشته باشید، حالا چه ریالی، چه دلاری، چه از بازی، چه از وبسایت، چه از اینستاگرام، چه از یوتیوب و چه. و لایک و کامنت شما فقط و فقط به من انرژی بیشتر میده و من رو خوشحال میکنه. اگر دوست دارید من رو خوشحال بکنید، به هم انرژی بیشتر بدید تا بتونم ویدیوهای بیشتری بسازم، منتظر لایک و کامنتتونم هستم. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا یار و نگهدارتون.